رحیم. خب سپاس پروردگار مهربان رو که در درسی دیگر، درس سیمای صحابه، در خدمت شما بزرگوارانیم. امیدواریم ما هم بتونیم داستان رو هم بخونیم و از نکات خوب و مفید اون بهره مند بشیم. شاید که نوری بگیریم از مدرسه نبوت، از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یارانی که خداوند اونها رو به عنوان اولین مخاطبین دین قرار داد. داستان صحابی امروز ما صحابی بزرگوار نعیم ابن عبدالله هست رضی الله عنه. نعیم ابن عبدالله. ببینیم نعیم ابن عبدالله کی بوده، چه شخصیتی داشته و خب ما سعی میکنیم خیلی مختصر از کنار این موارد عبور کنیم، فقط اینی که در ذهنمون مطالب بتونه بنشینه، جایگزین بشه و شناسایی پیدا کنیم. نعیم ابن عبدالله، هدایت اون و اسلام اون در واقع سبب اسلام یکی از مهمترین شخصیت‌های جهان اسلامه. به عبارتی دومین شخصیت جهان اسلام رو که دومین وزیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه، سبب اسلام آوردن اون شد. یعنی اون رو به ساحل نجات رسون، اون رو به ساحل خوشبختی رسون. نعیم ابن عبدالله همون شخصیتیه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه رو تبدیل کرد به عمر فاروق، مرد دوم در جهان اسلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و خب سبب شد که ایشون جزو سابقین اولین بشه، به سلک مسلمانان بیاد و جزو گروهی بشه که نجات پیدا کنن. خب این نعیم ابن عبدالله کیه؟ نعیم ابن، در واقع میگن نعیم ابن عبدالله. حالا ما دیگه تو فارسی عادت کردیم میگیم نعیم، ایراد نگیرید. حالا من میگم، سعی میکنم بگم نعیم ابن عبدالله نخام قریشی العدوی که به ایشون میگن نخام، صفتیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که از ایشون نقل شده، که در حدیث پیامبر نقل شده، میگه من وارد بهشت شدم و سمعت نحمتا من نعیم بها، یک ندای، یک صدایی رو از نعیم شنیدم، یک صدای خاصی که در اینجا در لغت میاد. به همین سبب ایشون رو نخام هم نقل کردن که این نحمه یا سعله گفته میشه که به صورت ممدود آورده میشه. حالا در لغت من نمیخوام مطرح بکنم که چگونه هست. در هر صورت نعیم ابن عبدالله ابن اسید و به همین سبب ایشون کدیم پیامبر گفت من وارد بهشت شدم، در بهشت دیدم که اونجا ابوبکر هست، عمر رضی الله عنهما هست و سمعت فیها نحمتا من نعیم، از نعیم یک نحمه ای رو شنیدم. یه چیزی شبیه کلمه یک واژه‌ای، لفظی رو که انسان میشنوه و از اون صدا فرد رو میشناسه و در واقع عین اون کلمه نیست، یعنی اون صدا و آوا سبب میشه که شما بشناسید صدا آوای چه شخصی هست. در هر صورت بر همین اساس ایشون رو گفتن نخام و حالا معانی دیگه هم در مورد نخام آوردن که ما دیگه ضرورتی نداره بگیم نخام به عنوان یک قهرمان، یک سوارکار در جاهلیت نقل کردن و شهرت داشته و خب موارد دیگه که اینجا اصل کار ما نیست. اون چه که اینجا مهم هست، نعیم ابن عبدالله جز شخصیت‌های اولیه هست که اسلام رو در مکه پذیرفته و به میدان دعوت اسلامی اومده. تقریبا میگن بعد از 10 نفر ایشون مسلمان شد. در هر صورت یعنی جزء همون رده اول اسلام آوردگان هست. امام نووی در مورد ایشون میگه که میگه نعیم مسلمان شده بود در همون ابتدای اسلام. در همون ابتدای اسلام نعیم ابن عبدالله مسلمان شده بود و گفته شده که ایشون بعد از 10 نفر مسلمان شده. برخی گفتن نه، بعد از 38 نفر ایشون مسلمان شده بود، قبل از عمر ابن خطاب رضی الله عنهما. در هر صورت ولی میگه ایشون اسلامش رو تا اون زمان پنهان میکرد. نعیم ابن عبدالله خب طبیعتا تحت دعوت اسلامی هست. در اون مرحله اول و حلقه دعوت اولیه اسلامی ایشون یک ویژگی خاصی داشت که دیگران در عصر اون شاید مثل این کمتر بودن نسبت به قوم و قبیلش و بیوه ها و ایتام. خیلی سعی میکرد نیکی بکنه به اقوام، به مردم خودش و اهل و فامیل خودش رو، صله رحم رو به جا بیاره. مخصوصا به یتیم های بنی عدی ایشون توجه خاصی داشت، گویا که مثل سرپرست اونها بود و به بیوه ها به همین صورت حال احوالشون رو میپرسید، مشکلات بالاخره اقتصادی خانوادگی که داشتن اینها برطرف میکرد. به عنوان یک تکیه‌گاهی برای اونها به حساب میومد. گفتم ضمن حفظ صله رحم، نیکی، این ویژگی هایی بود که نعیم ابن عبدالله داره. زبیر ابن عوام، این صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در مورد نعیم ابن عبدالله میگه نعیم ابن عبدالله قضای قبیله بنی عدی، طایفه بنی عدی ابن کعب رو میداد و
ماه به ماه، یعنی ماه به ماه به فقرا و نیازمنداشون کمک میکرد، نه یک وقت بده یه وقت نده، ماه به ماه، مثل یک تعاونی، مثل یک صندوقی ماهیانه اونها رو تحت پوشش کمک خودش داشت. و یکی از عللی که نعیم بن عبدالله هم در مرحله اول به مدینه هجرت نکرد در واقع همین مسئله هست. ایشون در مکه موند به خاطر اینی که بتونه به همین بیوه ها و یتیم هایی که تحت سرپرستیش هستن کمک بکنه تا بتونه اینها رو حفاظت کنه. حتی میخواست بیاد، حالا روایت نقل شده که اینها اومدن گفتن که رسول الله این نره، این باشه، این به ما کمک کنه، ما به کمک این نیاز داریم. میگه زمانی که مسلمانان خواستن به مدینه هجرت بکنن، نعیم بن عبدالله هم خواست با مسلمانان همراه بشه برای این هجرت. قوم و قبیله و بالاخره اون کسانی که این بهشون کمک میکرد به اصطلاح ما خودشون به اون رسوندند و هر طور شده بود به اصطلاح میگن خودشون آویزون کردن بهش، گیر دادن که تو نرو و تو دین خودت حفظ بکن، هر کار میکنی ولی پیش ما وایستا و به ما کمک بکن و ما به کمک تو نیاز داریم. و ایشون 6 سال در مکه موند برای اینکه بتونه فقط به اینها کمک کنه و بعد در سال 6 ایشون هجرت کرد به مدینه منوره و 40 نفر هم از همون کسانی که این کمک می‌کرد قوم و قبیله مسلمان شده بودن و باهاش چیکار شدن، به مدینه اومدن و اینها به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیامبر نعیم بن عبدالله رو در آغوش خودش گرفت و خوشحال شد به خاطر این موردی که پیش اومده بود. و پیامبر حتی در مورد نعیم بن عبدالله گفت قومک یا نعیم، این قوم تو ای نعیم کانوا خیرا لی من قوم لی، حتی برای قوم خویش من برای من بهترن، به خاطر اینکه هم توجه داده باشه، هم تألف قلبی داده باشه و مواردی که در این مورد هست. باز نعیم بن عبدالله باز به رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ادب کامل میگه یا رسول الله بل قومک خیر من قوم یا رسول الله، بلکه اینجوری نیست، قوم شما هم برای من بهتر از قوم طایفه من هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بل قومی اخرجونی و اقر قومک، برو بالاخره از پیش من که اومدی و قوم طایفت رو در جای مستقر بکنه، شرایطشون رو فراهم بکنه، بتونن زندگی خوبی در مدینه داشته باشن. و نعیم بن عبدالله هم همین جوری میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قوم تو رو از مدینه از مکه بیرون کردن ولی قوم من تو مکه نگه داشتن. و بالاخره داره اشاره میکنه به این که چقدر این قومش بهش توجه داشتن و ارتباطاتی که بود. نعیم بن عبدالله یا نعیم بن نحام که در واقع ایشون شخصیتی بود گفتم که به ایتام و یتیمان قوم خودش خیلی میرسید. ابن عساکر نقل کرده که میگه نعیم بالاخره هم از اصحاب ردباره پیامبر بود و پیامبر ارتباط داشت، از جزو اولین شخصیت هایی است که اسلام رو پذیرفته. از قبل از هجرت به حبشه مسلمانان این مسلمان شده بود اما اسلام خودش رو پنهان میکرد و خب ایشون در مکه موند. 6 سال بعد از هجرت پیامبر هجرت کرد در حالی که 40 نفر باهاش همراه بودن و پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن ایشون رو در آغوش گرفت و ایشون رو بوسید. و در واقع میگه ایشون در سال عام الحدیبه، اون سال حدیبه، صلح حدیبه هجرت کرده بود و بالاخره بعد از اون در همه جنگ ها کنار پیامبر هست. پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون رو به عنوان مردی صالح نامیده. داستان این گونه هست. حتی میگن که عبدالله بن عمر رفت از دختر نعیم بن عبدالله خواستگاری بکنه، گفت اختب علی ابنت صالح، نه که دختر نعیم بن عبدالله، اون یتیم هایی که این تحت سرپرستیشون بود، گفتش که برای من خواستگاری بکنید دختر صالح رو که اگر دختری که پیش صالح هست ان له یتاما، بالاخره یتیم هایی پیش اون هستن. ولی بهش چی گفته شد؟ بهش گفته شد که این گونه نیست. عبدالله به پدرش گفت برای من خواستگاری بکنی که از اون یتیمایی که پیش نعیم هست. گفت نه، اون قوم قبیله خودش رو ترجیح میده بر دیگران، به خاطر اون بحث صله رحم هست. در صورت میگه عبدالله بن عمر رفت پیش عموی خودش زید بن خطاب، گفت زید تو عموی من هستی، تو بیا بریم پیش صالح یا همین نعیم بن عبدالله بنده صالح به ذکر میکردن تا بتونیم چیکار بکنیم، یکی از اون یتیم ها رو برام خواستگاری بکنیم. میگه عبدالله ابن عمر دیگه میگه زید بن خطاب عموش رو فرستاد برای خواستگاری دختر نعیم ابن عبدالله. در هر صورت ایشون جالب اینجاست که نمیپذیره. حالا روایت دیگری که اومده ایشون میگه بله، گفت من یتیمانی پیش من هستن اما من ترجیح میدم که از خودمون ما ازدواج بکنیم، همون خود طایفه و کسایی که هستن و اینکه کسی دیگر رو بر خودمون ترجیح ندی به خاطر حفظ اون شرایطی که وجود داره. و من اینو در واقع به فلانی دادم، من اینو مثلا واسه فلانی پیشنهاد دادم، میخوام به عقد فلانی در بیارم. اینجا بود که میگن مادر اون دختر
علاقمند بود به عبدالله ابن عمر که دخترش ازدواج کنه با عبدالله عمر. پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله اومد: یا رسول الله، عبدالله دختر من خواستگاری کرده، اما این پدرشون که بالاخره این یتیمان رو داره حفظ میکنه، این که تحت حمایتشون هست، بالاخره تحت جریان هست، این نمیخواد به کسی دیگه بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش نویبه ابن عبدالله فرستاد و گفتش که خلاصه دخترت رو آیا به نکاح کسی در آوردی؟ نمیخواد به عبدالله ابن عمر بدی؟ نکنه برنامه خاصی داره؟ گفت یا رسول الله. پیامبر گفتش که خب زنها چیز دیگه میگن، زنها میگن بالاخره دختر یا مادر اون دختر عبدالله ابن عمر رو دوست داره و اشاره کرد به این که بالاخره بذاره اونها هم در این مورد انتخاب بکنن. بعد میگه خب اشکال نداره، عبدالله ابن عمر صداقشو بده و بالاخره این هم من بالاخره به عقد در میارم. نشون میده که توجه خاصی که نسبت به ایتام و کسانی که نزدش بودن داشت و این ارتباطات، این گفتگوهایی هست که ما تا اینجا بهش اشاره کردیم. خب تا همینجا مطلب رو داشته باشید. ادامه داستان رو ان شاءالله میذاریم برای جلسه بعد، ببینیم این نعیم ابن عبدالله دیگه چه شخصیت‌هایی و چه مواردی میتونیم از زندگیش با هم بخونیم. تا فرصت دیگه در پناه خدای متعال باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.